سلام، من فاطمه و اومدم باهاتون در مورد مهاجرت تحصیلی به هلند صحبت کنم. از وقتی من گفتم که مهاجرت کردم، خیلی از آشناها و دوستان توی اینستاگرام و اینا ازم خیلی سوال داشتن در مورد مهاجرت و خب من وقت نمی‌کردم که به همه جواب بدم. گفتم چه بهتر که یه ویدیوی یوتیوب بسازم. همش ویدیو رو نمی‌دونستم دقیقاً باید در موردش صحبت کنم یا وقت نمی‌کردم. حالا الان میخوام که خیلی کوتاه و سریع براتون توضیح بدم. اول که چرا هلند رو انتخاب کردم، من خب یکی از بزرگترین دلایلم این بود که خواهرم سال قبل از من مهاجرت کرده بود به هلند و خب یکی از گزینه‌های روی میزم بود. بعد اینکه کلاً هم ترجیح میدادم که نزدیکتر به ایران باشم. کلا اروپا رو انتخاب کردم، کانادا و آمریکا و استرالیا و اینا که خیلی دورن رو همون اول گذاشتم کنار و هلند و یکی دو تا کشور همسایه مثل آلمان و بلژیک و اینا فقط اپلای کردم. بعد ولی کلا خب آدما چرا هلند رو انتخاب میکنن؟ چون که همه شاید نه ولی 90% مردم انگلیسی صحبت میکنن. بعد آب و هوا اینجا خوبه، درصد بیکاری پایینه و خیلی از چیزایی دیگه که احتمالاً تو ویدیوهای دیگه تو یوتیوب میتونید پیدا کنید. بعد اینو بگم که من فقط در مورد تجربه خودم صحبت میکنم و ممکنه در مورد خیلی چیزای دیگه اطلاعات نداشته باشم. مثلا وقتی من دارم در مورد مهاجرت تحصیلی صحبت میکنم، خب یعنی که من اطلاعات زیادی در مورد مهاجرت کاری ندارم، پس مثلا انتظار نداشته باشین که هر سالی از من میپرسین و بتونم جواب بدم. یادم رفت بگم که من مستر 1 ساله مستر دیجیتال دیزاین دارم میخونم تو دانشگاه آمستردام یونیورسیتی آف اپلای ساینس یا به زبان هلندی هوگسکول وان آمستردام. خب خیلی از من میپرسن که چجوری این رشته رو پیدا کردی، چجوری این دانشگاه رو پیدا کردی و اینا. باید بگم که من از یه وبسایتی خب خیلی جاها رو گشتم واسه رشته پیدا کردم، ولی اینو از وبسایت استادی پورتال تو قسمت مستر پورتال پیدا کردم. حالا لینکش رو براتون میذارم، ولی خب اونجا کلا خیلی خوبه، میتونید تو اون وبسایت رشته‌های مختلف رو تو کشورهای مختلف ببینین، قیمتاشون رو ببینین، اینکه چه مدارکی میخوام، به شرط شما میخوره یا نه و خیلی راحت همش رو با هم مقایسه کنید. حتما از این وبسایت استفاده کنید. میپرسن که اصلا وقتی ما تازه میخوایم اپلای کنیم روند انتخاب کشور و رشته چجوریه؟ باید اول کشورمون رو انتخاب کنیم، بریم بعد رشته های مورد علاقمون یا چیزایی که بهمون میخوره رو توی اون کشور پیدا کنیم، یا اینکه نه ببینیم اول چه رشته‌ای میخوایم بخونیم و بگردیم ببینیم کدوم کشور رو داریم. من به این نتیجه رسیدم که این روند یه پروسه رفت و برگشتیه. یعنی خب من شاید اولش مثلا 2 تا کشور مد نظرم باشه، میرم اون رشته هایی که میخوام و میگردم توشون پیدا میکنم، بعد موقع سرچ کردم میگم این رشته با این عنوانم هست که رزومه من میخوره، به علایق من میخوره، پس اینم ببینم. بعد میبینم که مثلا این تو اون کشوری که من در نظر داشتم نیست، پس مثلا من فقط هلند میگشتم، این تو آلمان هم هست. بعد میام میسنجم ببینم من میخوام آلمان برم یا نه. کلا این یه چیزی نیست که بگی همه باید اول کشور انتخاب کنن یا همه باید اول رشتهشون انتخاب کنن. این یه پروسه رفت و برگشتی. در مورد ویزا سوال پرسیدین که ویزای تحصیلی هلند باید بگم که اینجوریه که اصلا ریجکتی وجود نداره واسهش. یعنی که وقتی شما پذیرش از دانشگاه میگیرید، دانشگاه کلا پروسه ویزا رو برای شما انجام میده و فقط شما کافیه برید یه بار برید سفارت برای انگشت‌نگاری و اینا و یه روز دیگه هم برید واسه گرفتن ویزا. یعنی اون استرس ریجکت شدن و اینا نداره، مگه اینکه
حالا خلافکار باشید یا یه چیز خیلی چیز عجیبی باشه. بعد اینکه میپرسین چقدر تمکن لازمه. من رشتم 1 ساله بود و برای 1 سال برای تحصیل حدود 11,000 خورده یورو تمکن لازم بود. و اینکه بعد هم میپرسن که این تمکن رو میتونیم همینجا نشون بدیم، یعنی تو حساب ایرانمون نشون بدیم یا حتما باید واریز کنیم. اینم باز بستگی به دانشگاهتون داره. دانشگاهی که من انتخاب کردم برم اینجوری بود که باید کل تمکن 1 سال و شهریه 1 سال رو میریختیم براش، و وقتی که اومدیم اینجا و حساب باز کردیم کارهای اداری تموم شد حدود 1 ماه و نیم بعد این تمکن پول 1 سال رو بهمون برگردوندن. ولی خب دانشگاه دیگه‌ای هم هست، من میدونم هست که اینجوریه که شما میتونید یه گردش حساب تو ایران نشون بدین و اونو به عنوان تمکن ازتون قبول میکنن. بعد برای شهریه هم دقیقا همینطور، شهریه هم دانشگاه به دانشگاه متفاوته و دانشگاه من اینجوری بود که نمیشد قسطی پرداخت کنی و باید کل شهریه 1 سال رو یه جا برای دانشگاه واریز میکردی. ولی بازم دانشگاهی میشناسم که میتونی شهریه رو ماهیانه و قسطی واریز کنی. بعد من گفتم که ارشدم 1 ساله است. شاید این سال براتون پیش بیاد که آیا همه ارشدها اینجا 1 سالند؟ خیر، اینجا ارشدهای 1 ساله و 2 ساله هست. مسئله مهمی که هست توی هلند دانشگاه، یه سری دانشگاه اپلاید ساینس هستن و یه سری دانشگاه ریسرچ مثل دانشگاهی که ما تو ایران داریم. دانشگاه اپلاید ساینس کلا هدفشون اینه که تو رو برای ورود به بازار کار آماده کنن و بر همین معمولا دوره های کوتاه‌تری دارن. البته که دوره 1 سال و نیم 2 ساله هم دارن برای ارشد، ولی قیمتشون هم از دانشگاه ریسرچ کمتره و فکر میکنم که پذیرش گرفتن توشون هم راحت تر از دانشگاه ریسرچ. میگم که قیمت شهریه کمتره، یعنی تقریبا شاید 9,000 تا 10,000 تا باشه حدوداً، چیزایی که من دیدم و دارم میگم. ولی برای دانشگاه‌های ریسرچ حدود 20,000 تا، یعنی تقریبا 2 برابر دانشگاه‌های اپلاید ساینس. در مورد نمره زبان، اکثر جایی که من میخواستم اپلای کنم نمره زبان آیلتس حداقل 6.5 میخواستن، منم آیلتس 6.5 داشتم. بعد کلا نمیشه گفت که چه مدارکی لازمه که شما از قبل آماده کنید. برای اونم باز میتونید تو وبسایت دانشگاهایی که پیدا کردین از جاهایی از وبسایت‌های مثل استادی پورتال برید اونجا ببینید که شرایطش چیه و ریکوایرمنت های که باید داشته باشین چیه برای اون رشته. مثلا سی وی، رزومه، پورتفولیو، که بازم این بستگی به رشته و دانشگاهتون داره. پس به طور کلی نمیشه گفت چه مدارکی لازمه. یه سری مدارک اولیه‌ای که مثل شناسنامه، دانشنامه، ریز نمرات، اینا که خب برای همه رشته ها لازمه و باید داشته باشین و ترجمهش کنید. ولی برای مثلا سی وی و پورتفولیو و نوع پورتفولیو و این چیزا باید حتما وبسایت دانشگاه رو چک کنید و برای هر رشته‌ای که میخواید اپلای کنید یه سی وی و رزومه جدا درست کنید. سی وی و پورتفولیو منظورم. بعد دیگه چیزی که در مورد هلند میخوام بگم آب و هواست. آب و هوا میپرسین اینجا چطوره؟ من تا حالا مشکل خاصی با آب و هوا نداشتم، فقط یعنی خیلی سرد هم نشده، یعنی الان تقریبا کمترین دمایی که میشه 7-8 درجه است و مشکل که هست باده، خیلی روزا بادیه اینجا و وقتی باد و بارون شدید با هم قاطی میشه یک کمی سخت میشه، ولی کلا فکر میکنم هلند جزو کشوری که آب و هوای تقریبا خوبی داره، یعنی خیلی سرد یا خیلی گرم اذیت کننده نمیشه. در مورد هزینه ها باید بگم که بزرگترین هزینه‌ای که خواهید داشت هزینه اجاره خونه است یا استودنت هاوسینگ یا خوابگاه و بقیه که
پیدا کردن خونه و خوابگاه هم توی هلند مخصوصا آمستردام یه کار خیلی سخته. پس اگر که بین چند تا گزینه مرددید از دانشگاه ها، اون رو انتخاب کنید که بهتون خوابگاه میده. اگه که همه چیز شرایطش مساوی و فقط موندین که چجوری انتخاب کنین، حتما قبل از اومدن به فکر خونه باشید. یه بزرگترین خرج اینجا اجاره خونه است و رفت آمدم حمل و نقل عمومی خیلی خوبه اینجا، فقط که ممکنه یه کمی گرون باشه. یعنی همه جا رو پوشش میده، ترام، اتوبوس، مترو، قطار، همه چی. ولی همه تقریبا اکثر آدم‌ها اینجا دوچرخه دارن و اگه دوچرخه داشته باشین خیلی خوب براتون ارزون‌تر میشه رفت آمد. حتما یه ویدیو درست میکنم در مورد این رشته‌ای که دارم میخونم و حالا ویدیوهای دیگه مثلا در مورد خوابگاه هم، در مورد استودیویی که دارم یعنی زندگی میکنم توش و بقیه چیزا. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو و هر سوالی داشتین ازم بپرسین، حتما تو کامنت ها جواب میدم یا اینکه براش یه ویدیو میسازم. تا دفعه دیگه، خداحافظ.